Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Australia and Chinese Taipei. درود و روز بخیر بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال. گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری ارابی شهر دوشنبه مستقیما پیشنهاد شما میگردد. امروز در این میدان رقابت های دور آخر مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی برگزار میگردند که در آن منتخب های استرالیا و تایپی چین و همچنین فلسطین با تاجیکستان با هم رقابت خواهند کرد. خوب بیننده های عزیز، قبل از شروع رقابت سرودهای ملی هر دو کشور صدا می‌دهد، ما نیز همچون رمزی احترام گوش می‌دهیم و بعداً گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. And now, the Olympic anthem of Chinese Taipei. بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، وخوری منتخب های استرالیا و تایپی چین بازی مرکزی دور سیوم در گروه سی خواهد بود، زیرا این دو منتخب امروز برای به دست آوردن رخصت مرحله نهایی جام آسیا 2026 بین منتخب های بانوان تا 20 ساله با هم رقابت میکنند. فعلا ما به جدول گروه سی توجه میکنیم. استرالیا و تایپی چین با دریافت 6 امتیازی بعد انجام دو رقابت متناسباً زینه های یکم و دوم را صاحب هستند. فلسطین و تاجیکستان باشد بدون یگان امتیازی در زینه های سوم و چهارم جایگیر شدند. از لحاظ آنکه منتخب بانوان استرالیا در دو دوره قبلی به دروازه حریف گل‌های بیشتر زدند، زینه یکم را صاحبند. برای امسال استرالیا در دوره اول با حساب بزرگ 14-0 تاجیکستان را شکست داد و در دوره دوم باشد با نتیجه 3-0 بر مقابل فلسطین غلبه کرد و فعلا تناسب توپ‌های این منتخب 17-0 می باشد. تایپی چین باشد در دوره اول با حساب 4-0 مقابل فلسطین پیروز شد و در دوره دوم باشد با نتیجه 3-0
بر 0 مقابل منتخب بانوان توپ سالای تاجیکستان غلبه کردند. تناسب توپ‌های تایپه چین باشد 7 بر 0 است و این منتخب از همین لحاظ زینه دوم را صاحب می باشد. بعداً فلسطین در زینه سوم و تاجیکستان باشد بدون یگان امتیاز در زینه چهارم قرار گرفته است. آخرین کارهای تدارکاتی قبل از آغاز رقابت انجام داده می شود. در وقوع امروزه بازیگران منتخب استرالیا با پیراهن‌های رنگش سیاه و تایپه چین باشد با پیراهن‌های رنگش سفید و بعداً رنگش سفید رقابت خواهند کرد. قبل از آغاز رقابت می توانیم که به هیئت‌های هر دو دسته توجه کنیم. امروز هم تایپه چین و هم استرالیا همون هیئت‌های اساسی خود را آماده کردند برای این رقابت، چون که نتیجه این وقوع برای هر دو منتخب خیلی مهم می باشد، چون که از گروه سی هم استرالیا و هم تایپه چین نامزد هستند برای به دست آوردن راحتی یگانه به قسم نهایی چمپیونات آسیا که سالی می آمد انیقترش سال 2026 در کشور تایلند برگزار می گردد. علاقه به قسم نهایی جام آسیا بیننده‌های عزیز برخی از منتخب‌ها روی خویش را هموار نمودند. برای مثال از گروه ای مسابقه یکچین بانوان کره شمالی 9 امتیاز به دست آورد و به قسم نهایی روی خویش را هموار کرد. بعدا از دیگر گروه نیز برخی منتخب‌ها روی خویش را به این مسابقه سطحی قهروی هموار نمودند که البته در ادامه گزارش ما حتما اطراف نیروسنجی های گروه های دیگر در مرحله انتخابی گفته میگذاریم. سرمربیان هر دو منتخب به ما نشان داده شد تا آغاز این وقوع ثانیه های به شمار باقی مانده است. یادآور میشوم که نیروسنجی منتخب های استرالیا و تایپه چین را گروه داوران از جمهوری مردمی چین حکمی خواهند کرد. خوب، از مرکزی میدان بانوان استرالیا رقابت را آغاز نمودند. باید بگم که در رقابت امروزه یکچین بانوان توپ سالای استرالیا میزبان نمینالی دانسته میشوند و معرفی فوتبالبازان را از هیئت این منتخب شروع خواهیم کرد. در خط دروازه رقم 1 لیونا ملک، فوتبالبازان این دسته رقم 3 تگان برتولیسو، رقم 7 ایندیا برایر، رقم 9 سکای هالماریک، رقم 13 تیانا فولر، رقم 14 زارا کریوگر، رقم 15 الکسیا اپوستولاکیس، رقم 16 اوانی پراکاش، رقم 17 مادلین کاسپرس، رقم 19 تالیا یونیس و بازیگر شماره 22 روبی سالیوان. سرمربی منتخب استرالیا این الکساندر اپاک اسم باشد. حالت افساید به خیر گرفته شد. در ثانیه های نخست این رقابت طور دیدیم بازیگران استرالیا در حالت نوبازی قرار می گیرند. اما اکنون توجه میکنیم به هیئت تایپه چین. در قیاس به بازی دوره دوم در هیئت این منتخب برخی از تغییرات ها دیده می شود. از جمله در رقابت امروزه در زبان اساسی این منتخب از دقیقه های اول بازی را آغاز کرده است. موصوف جیان یوجی در رقابت بر مقابل تاجیکستان در دوره دوم در هیئت ذخیروی بود و بعدا در نیمه دوم وارد رقابت گشت. آنجا بعد انجام رقابت سرمربی تایپه چین نیز ابراز داشت که ما می‌دانستیم وقوع بر مقابل تاجیکستان برای ما با آسانی پشت سر می‌گردد و از همین لحاظ من به برخی بازیگران هیئت اولیه استراحت دادم. اما اکنون توجه میکنیم به هیئت تایپه چین. در زبان رقم 1 جیان یوجی است. فوتبالبازان این دسته رقم 3 لی چون می همزمان کاپیتان دسته نیز هست. رقم 4 لو یو خسیو، رقم 6 چنگ منگ سوان، رقم 9 چوان سو یو، رقم 10 کاو خسین، رقم 13 فو چی لینگ، رقم 14 خوانگ هوی شن، رقم 15 لی یانگ شن، رقم 19 لین سزو یینگ و بازیگر شماره 20 لین پین خسین. سرمربی یکچین بانوان توپ سالای تایپه چین این خسین چین چون می باشد. اکنون با گروه داوران نیز شناس خواهیم شد. داور مرکز طور گفتیم از جمهوری مردمی چین است. دونگ فنگیو، یاوران او قیه لی جون و یون اون هی هستند. داور چهارم از کره جنوبی است چا مینجی کمیسر این رقابت از کشور اردن سمی سلیم می باشد. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم.
ҳам даври аввал ва ҳам даври дуюм бинандаҳои азиз барои Австралияву Тайпеи Чин ба осонӣ пушти сар гардид. бо ҳисобҳои бузург ҳарду мунтахаб ғалаба карда ба дарвозаи хеш гол сар надоданд. агар вохӯри имрӯза бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шавад, пас бонувони Австралия соҳиби роҳхати гурӯҳи С хоҳанд шуд. дар умум дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 байни мунтахабҳои бонувони то 20 сола 33 мунтахаб дар 8 гурӯҳ миёни ҳам мубориза бурданд. марҳилаи интихобӣ 6 август оғоз гардид ва имрӯз охирин рӯзи марҳилаи интихобии ин мусобиқаи бузурги сатҳи хоравӣ мебошад. аз гурӯҳи эи мусобиқа Кореяи Шимолӣ бо дарёфти 9 имтиёз ба марҳилаи интихоби ба қисмати ниҳоӣ чемпионати Осиё рӯи хешро ҳамвор намуд. бонувони Кореяи Шимолӣ ки яке аз тимҳои пурқувват дар қораи Осиё дониста мешаванд, дар даври аввал 15-0 Арабистони Саудӣ, дар даври дуюм 10-0 муқобили Бутан ва дар даври охир имрӯз бо ҳисоби 11-0 Непалро шикаст дода бо касби 9 имтиёз соҳиби роҳхат шуданд. аз гурӯҳи Б феълан маълум нест ки соҳиби роҳхат мешавад. онҷо Ветнам бо ҳамроҳии Ҳонг-Конг феълан 6 имтиёзӣ доранд. дар гурӯҳи С бошад Австралия ва Тайпеи Чин соҳиби роҳхат хоҳанд шуд. албатта аз ин ду мунтахаб яке гузарномаро ба даст меорад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони Австралия аз канори муқобил ин навбат таъин карда шуд. тавре мебинем аз оғози рақобат бонувони Австралия ташаббусро дар дасти худ доранд. аз лиҳози идоракунии туп баъдан аз лиҳози ташкили ҳуҷумҳову дигар нишондодҳо тавре мебинем пешгомии насиби хубони футболбозии ин мунтахаб аст. ирсоли туп ба маркази ҷаримагоҳ хеле баланд фурсат ҳаст. ин зарба хеле баланд иҷро карда шуд. аз гурӯҳи Д бинандаҳои азиз мунтахаби Ҳиндустон гузарномаи чемпионати Осиё 2026-ро ба даст овард. бонувони ҳиндустонӣ соҳиби 7 имтиёз шуданду ба қисмати ниҳоии мусобиқа тавонистанд ки роҳи худро ҳамвор созанд. аз гурӯҳи И бошад ҷумҳури мардумии Чин соҳиби роҳхат шуд. дар гурӯҳи Ф бошад ҷопон тавонист ки зинаи аввалро соҳиб шавад, ҳарчанд он ҷо бонувони ҷумҳурии исломии Эрон низ имкон доштанд, вале бонувони эронӣ бо касби 6 имтиёз зинаи дуюмро соҳиб шуданд. аз гурӯҳи Ҷ бинандаҳои азиз Ӯзбекистон ва Урдун барои ба даст овардани роҳхат миёни ҳам талош мекунанд. феълан бозии даври охири гурӯҳи Ҷ бо иштироки ин ду мунтахаб доир нашудааст. аз гурӯҳи H Кореяи Ҷанубӣ тавонист ки соҳиби роҳхат шавад. бонувони Кореяи Ҷанубӣ дар 3 рақобат 3 ғалаба ба даст оварда соҳиби 9 имтиёз шуданд. феълан дастҳое ки имкон доранд аз зинаи дуюм ба қисмати ниҳоиро ёбанд, инҳо мунтахабҳои Урдун, Тайпеи Чин ва Бангладеш мебошанд. бояд бигӯем ки дар баробари ғолибони 8 гурӯҳ инчунин 3 тими беҳтарини зинаи дуюм низ ба қисми ниҳоии чемпионати Осиё роҳхат мегирад. талоши бозигарони Австралия барои рахна кардани дарвозаи ҳариф идома мекунад тавассути канори чап. пас ба қафо аниқтараш иштибоҳ кард. инҷо бонувони Тайпеи Чин имкон доранд ки ба аксулҳуҷум фирор кунанд. дар кӯшиши аввал Као Хусин бозигари шумораи 10 муваффақ гардида натавонист. Мавсуф дар бозиҳои даври якум ва дар даври дуюм ба задани 3 гол даст ёфт. албатта дар бозии даври аввал 1 гол зад ва дар рақобат бар муқобили Тоҷикистон муаллифи дубл гардид. ирсол ба маркази ҷаримагоҳ зарба ҳам иҷро карда шуд аз ҷониби Скай Ҳалмарик бозигари шумораи 9. вале зарбаи задаи ин бозигар хато меравад.
این بازیگر در رقابت بر مقابل فلسطین در دور اول نه در رقابت بر مقابل تاجیکستان به نامش هتریک را ثبت کرده بود. در دقیقه های 3ام، 20 و 42 این بازیگر 3 دفعه در حوزه فرهناز خالدار و را رخنه کرده بود. این نوبت المریک بیرون از جریمه ضربه زد. حتی از داور مرکز نیز طلب کرد که بر مقابلش قاعده بازی بیان شده است، ولی به وضعیتی به عمل آمده داور عموما توجه نکرد. چمپیونات آسیا بیننده های عزیز بین منتخب های بانوان توپ 20 ساله از 1 تا 18 اپریل سال 2026 در کشور تایلند برگزار می گردد. با فرمت نو بار اول در این مسابقه از سطح قروی 12 منتخب اشتراک می کنند. قبلا مسابقه مذکور با اشتراک 8 تیم صورت می گرفت و کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن یک جلسه تصمیم گرفتند که تعداد دسته های اشتراکچی را در این مسابقه زیادتر کنند. تایلند به حیث میزبان علاقه یک رقابت را به دست آورد و بعدا 33 منتخب دیگر به 8 گروه تقسیم شده در مرحله انتخابی برای به دست آوردن 11 گذرنامه میان هم مبارزه برده ایستاده. تایپه چین نیز در رقابت امروز نزدیک است که نخستین هجوم خود را جانب دروازه حریف به راه ماند. طبعا میبینیم بازیگران این منتخب در لحظه های نخست خط دفاع را اختیار نموده و کوشش میکنند که در هجوم های جوابی به دروازه حریف گل بزنند. برعکس این استرالیا پیوسته فشار میآورد. شکل جای شبیه بانوان استرالیا در رقابت امروزه 4-3-3 است. قاعده بیان کنیم به خط گرفته شد. سکای هالمریک ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ و بر مقابل کاپیتان تایپه چین قاعده بازی را ویران کرد. بله واقعا هم طوره میبینیم تالیا یونیس پای حریف را هنگام مبارزه برای به دست آوردن توپ زیر کرده است. البته این قاعده بیان کنی رو داوری کناری مشاهده کرد، چون می از وضعیت استانداردی توپ رو به بازی وارد کرد ولی ارسالی انجام دادهش خطا بود. هم تایپه چین و هم استرالیا بیننده های عزیز در چمپیونات آسیا بین بانوان توپ 20 ساله که سال 2024 در همسایه کشور ازبکستان برگزار گردیده بود اشتراک داشتند، ولی هر دو منتخب از گروه خش به مرحله پلی آف راه یافته نتوانستند. تالیا یونیس هجوم تایپه چین معذرت هجوم استرالیا بود. کلی بازیگران این منتخب در نیمه میدانی حریف هستند. توپ را با بازیگران تایپه چین ارسالی کا و حسین به خط حمله. در این وضعیت ویشن موفق گردید که توپ را صاحب شود ولی ارسالی درست و دقیق و همدستش روان کرده نتوانست. دیگر باره خوبان فوتبال بازی استرالیا با هجوم روند. تالیا یونیس از کنار راستی میدان پس هم دستش را قبول کرد. گزارش بسیار هم خوبی تالیا یونیس ولی زیر فشار حریف قرار گرفته توپ رو از دست داد. نخست بازیگران استرالیا طلب نمودند که باید ضربه کنجی تعیین کرده شود ولی نه، دوباره اشاره میکند که باید دروازه‌بان تایپه چین از نزد دروازه توپ رو به بازی وارد کند.
低到左边一点，靠近永生，靠近永生。要争哦，要争哦。上，好，安全传球。 هنرنمای بازیگران تایپه چین در قیاس به 2 دوره سپری گشته کلا فرق میکنه. اگر که در رقابت بر مقابل فلسطین و تاجیکستان بازیگران تایپه چین و حیث دسته اول در میدان بازی میکردند، ولی در رقابت امروزه این گونه نیست. باید اقرار شویم که استرالیا واقعا هم یک از تیم‌های پرقوت است در گروه سی و امکان دارد که روقت یگانه این گروه رو مال خویش نماید. دوره مشاهده میکنیم بیشتر هجوم‌های بازیگران استرالیا در رقابت امروزه توسط کنارها برآورده می شود. تایپه چین نیز عیناً با چنین تاکتیک هنرنمایی میکنه. توسط مرکز کماندر کم هجوم‌های این دو منتخب برآورده می شود. تالیا یونیس ارسالی او به مرکز جریمه‌گاه، حمایتگران تایپه چین این وضعیت را برطرف نمودند. دیگر بار هجوم استرالیا برآورده می شود. ضربه از مسافه دور، اما از پهلوی دروازه این ضربه از میدان بیرون شد. دیگر بار به این وضعیت توجه میکنیم. ضربه بیرون از جریمه‌گاه اجرا کرده شد. سرعت خیلی بلند داشت ولی خطا رفت. جای تاکید است که یک چینی بانوان توپ 20 ساله استرالیا برنده نشانهای برنجی چمپیونات آسیا در سال 2024 می باشد. در رقابت برای به دست آوردن جای سوم در سال 2024 این منتخب با نتیجه مینیمالی 1-0 کره جنوبی رو شکست داده بود و گل غلبه آوری بازیگران استرالیا را پیتر تریمیس به هدف رسانیده بود. این زمان این بازیگر یعنی همین پیتر تریمیس در حالت ذخیروی است. بازیگر شماره 21 اگر ما با سین و سالی پیتر تریمیس توجه کنیم، بازیگر شماره 21 استرالیا هجده ساله می باشد. 2 سال قبل که در چمپیونات آسیا اشتراک کرده بود 16 سال داشت و او بار دوم است که در چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله اشتراک میکنه. در عموم در حالت تیم ملی بانوان استرالیا پیتر تریمیس نقش محوری دارد. فوتبال بازی تیم سنترال کوت مارینرز است در لیگ زنانی استرالیا و در حیط جوانان این تیم برآمد میکنه. الماریک ضربه بسیار هم سخت از جانب او، ولی در دروازه‌بان تایپه چین جیان یوجیه این وضعیت را برطرف کرده توانست. ضربه زده الماریک مستقیما جانب دستان دروازه‌بان روان کرده شد. با این نخستین ضربه مستقیمی بازیگران استرالیا در رقابت امروزه بود. تالیا یونیس
پاسیو به کنار چپ. 连续的，连续的，各位。 ارسال به مرکز. سکای هالمریک با هم دستش چندان همدیگر فهمی خوب نداشت. 还要争顶到中间。 تگان برتولیسو دروازه‌بان تایپه چین به توپ رسیدن نتوانست ولی همدسته هایش این وضعیت را توانستند که رفع کنند. تقریبا 20 دقیقه است که فوتبال بازان تایپه چین در خط دفاع نشسته و هجوم های پای همی رقیب را میخواهند که برطرف کنند. ببینید که حتی دفاعگران منتخب استرالیا تا به نزد دروازه حریف آمده وضعیت های گلزنی را سازمان میدهند. دالیا یونیس 看第二次，看第二次。走走，跟出来一些，跟出来一些。 این وقت توسط مرکز هجومی منتخب استرالیا صورت گرفت 好球一些，好球一些。 ولی به نتیجه 控制就好。 جنباز شد. 来高兴准备，来靠近高兴，靠近高兴。靠左，靠左，靠左，靠左。左前方，现在这种动。好。来调整呼吸，调整呼吸，调整呼吸，调整呼吸。好了，越来越上来了，越来越上来了，不要空间很多，先专注在防守。 تایپه چین و استرالیا بیننده های عزیز از زمره آن منتخب های هستند که در قطعه آسیا به قطار تیم های پرقوت شامل می شوند و در چمپیونات آسیا و حتی در چمپیونات جهان اشتراک نموده نتیجه های قابل توجه به قید گرفتند. 高球准备，高球准备。拿下来，拿下来。 تایپه چین در سال نخستی برگزاری 不要乱抢，站稳脚步。 چمپیونات آسیا تا به فینال برآمده بود ولی اونجا شکست خورد. 来，向右靠，向右靠，45度，空下来，空下来。 در عموم چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله بار اول سال 2002 برگزار شده بود. کشور هندوستان از این مسابقه میزبانی کرد و ژاپن و تایپه چین به فینال برآمدند. رقابت نهایی با حساب 2-1 به فایده بازیگران ژاپن جنباز شده بود. Nice, nice，高兴要给他压力，高兴要给他压力，高兴要给他压力，带走一个人而已，一个人而已，要小心。 منتخب استرالیا باشد بیننده های عزیز 4 دفعه در چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله برای به دست آوردن نشان های برنجی مبارزه برده است. بار اول سال 2006 که این مسابقه در مالایزیا صورت گرفت بانوان استرالیا با ژاپن برای به دست آوردن نشان های برنجی رقابت کرده با حساب 3-2 غلبه کردند. بعدا در سال 2017 از جمهوری مردمی چین در نیروسنجی برای به دست آوردن زینه سیوم با حساب 3-0 مغلوب شدند. در سال 2019 نیز استرالیا امکان پیدا کرد که برای به دست آوردن نشان های برنجی مبارزه برد ولی از کره جنوبی با حساب بزرگ 9-1 شکست خورده بود. سال 2022 بنابر سبب پاندمی کووید 19 این مسابقه برگزار نگردید. سال 2024 باز هم استرالیا برای به دست آوردن مقام سوم مبارزه برد. در سال 2024 نیز حریف استرالیا کره جنوبی بود و بانوان این منتخب با حساب 1-0 کره جنوبی را شکست داد و نهمان قصی باخت خویش را در سال 2019 ستانیدند. در عموم یکچین استرالیا در چمپیونات آسیا 4 مرتبه امکان داشت که نشانهای برنجی را به دست آورد ولی در 2 نوبت موفق گردید. اینجا دروازه‌بان تایپه چین 3 برداشته است. جیان یو جی ام یادآور میشوم که او دروازه‌بان اساسی است. اینجا داور مرکز برای بازیگران هر دو منتخب اندکی تنفس اعلان میکند به خاطر آب نوشی چون که هوا اندکی گرم است و بازیگران هر دو منتخب خسته نیز میشوند.
فعلا در پایتخت کشور شهر دوشنبه 32 درجه هوا گرم است. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران تایپه چین به میان می آید. در نزد توپ کاپیتان این منتخب لی چون می قرار گرفته است. در هفته این مسابقه یعنی مرحله انتخابی تمامی وضعیت استانداردی را ماس کاپیتان تایپه چین چون می به بازی می درآورد. با بازیگذاری از این وضعیت استفاده بردند فوتبال بازان تایپه چین، ولی چندان نتیجه خوب نداد. از اوت تو با بازی وارد کرده شد. یکی از برتری بازیگران استرالیا این است که آنها از لحاظ فیزیکی بدن از لحاظ جست قد و قامت در قیاس با بازیگران تایپه چین فرق کننده هستند. در مبارزه های انفرادی در بیشتر وضعیت بازیگران استرالیا موفق هستند. باز هم به نتیجه جنبست گردید هجوم فوتبال بازان تایپه چین. دوره میبینیم دروازه‌بان منتخب استرالیا ایلونا ملک از نزد دروازه‌اش توپ رو به بازی وارد میکنند. همچنین امروز بازی دیگری دور سوم گروه سی در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 با اشتراک منتخب‌های تاجیکستان و فلسطین صورت میگیرد. باید بگم که با گذشت دو دور نه تاجیکستان و نه فلسطین با زدن گل در مرحله انتخابی شرفیاب نشدند. نوابسته از نتیجه رقابت دور سوم فلسطین و تاجیکستان امکانی راه یافتن به قسم نهایی چمپیونات آسیا را به پررگی از دست دادند. دیگه برتولیسیو از اوتوب را به بازی وارد کرد. دفاعگر کناری استرالیا هنگامی که این منتخب به هجوم می رود تبره می بینیم در خط حمایت 3 نفر بازیگر باقی می مونند. باقی مونده بازیگران پورا به خط حمله توجه خواهند کرد. الکسیا اپوستولاکیس، مادلین کاسپرس، تانیا یونیس، دیگان برتولیسیو، پاسیو با قفو، الکسیا همکنون کنار چپ موافق تر می شود برای ادامه دادن حمله منتخب استرالیا. الکسیا اپوستولاکیس، پاسیو با دیگان برتولیسیو. خط دفاعی منتخب تایپه چین است خیلی قوی است. تا دقیقه 27 بازیگران این منتخب چند هجومی حریف رو توانستند که برطرف نمایند. عکس الهجوم تایپه چین حالتی نوبازی نیست که اوقسین البته تکیه کرد به هنر و مهارت انفرادی خویش ولی موفق شده نتوانست. خواست که دفاعگر استرالیا رو فریب بدهد و هجوم منتخبش رو ادامه بدهد ولی موفق گردیدن نتوانست. اکنون تالیا یونیس هجوم جوابی منتخب استرالیا رو به راه میماند. پس به کنار چپ میدان اکنون توسط مرکز باز هم تیمتگران تایپه چین موفق میگردند که هجوم رقیب رو رفع نمایند.
پس به خط حمله به نتیجه است. ضربه ایندیا برایر از نیمه میدان اجرا کرده شد. بازیگر شماره 7 ولی ضربه زدهش کاملا 9 دقیق بود. دیگر باره برای آبنوشی فوتبال بازی هر دو منتخب وقت جدا می شود. در رفت نیروسنجی های مرحله انتخابی انیقترش در گروه سی هم در دوره اول هم در دوره دوم و طور می بینیم در دوره آخری این مسابقه نیست که همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری اسلامی شهر دوشنبه صورت گرفتند. وقت جدا می شود برای آبنوشی. دوره میبینیم بازیگران تایپه چین از چنین نتیجه قناعتمند هستند، یعنی نتیجه 0-0 برای زدن گل در این رقابت چندان تلاش خوبی ندارند. تقریبا 15 دقیقه دیگر ماند تا پایان وقت اساسی قسم اول. منتخب های بانوان استرالیا و تایپه چین در بازی آخرین مرحله انتخابی چمپیونات آسیا با هم نیروسنجی دارند و حساب تا کنون گشوده نشده است. می توانیم بگوییم که تا این دم نه استرالیا و نه تایپه چین یگان فرصت خوبی گلزنی را به میان نآوردند. هرچند تشبوس و عموما پیشرفتی نصیب بازیگران استرالیا است، ولی در این برابر تایپه چین نیز در خط حمایه هنرنمایی خوب نشان داده ایستاده است. بخوری مذکور ادامه میکند. از نزد دروازه تایپه چین توپ به بازی وارد کرده شد. در مرکز میدان توپ را با بازیگران استرالیا تگان برتالیسیو پاسیو باسکای هالماریک، ولی حمله برای تیم ملی بانوان استرالیا نتوانست که پس هم دستش را درست و دقیق قبول نماید. بیان شدن قاعده بازی به خط گرفته شد. اثنای مبارزه برای به دست آوردن توپ طوری میبینیم بر مقابل لی یونگ شن قاعده بازی ویران گردیده است. منتخب استرالیا بیننده های عزیز بار اول در چمپیونات آسیا سال 2006 اشتراک کرد. سال یکم و سال دومی برگزاری این مسابقه سطح قروی را از دست داده بود. یعنی سر سال 2006 این جانب یک چینی بانوان استرالیا پیوسته در جام آسیا اشتراک میکنند.
ارسالی به نهایت بلند. فرصت برای بازیگران استرالیا بود ولی این امکانیت نیز از دست رفت. در سال اول اشتراکی خویش منتخب استرالیا یعنی سال 2006 برنده مدال های برنجی شدند. سال 2007 منتخب استرالیا در مرحله گروهی به هنرنمای خود خاتمه بخشید. تا سال 2015 به عنوان استرالیا چنین نتیجه را به خط گرفتند، یعنی از مرحله گروهی به پلی آف راه یافتن نمیتوانستند. 2017 استرالیا جای چهارم را به دست آورد. 2019 نیز عیناً چنین نتیجه را به خط گرفت ولی در سال 2024 بار دوم برنده مدال های برنجی چمپیونات آسیا شدند. تالیا یونیس توپ از میدان بیرون شد و دوباره کناری تبر اشاره کرد. اوت با فایده بازیگران تایپی چین است. در جام جهانی فیفا نیز منتخب استرالیا اشتراک کرده است. بار اول سال 2002 منتخب استرالیا در چمپیونات جهان اشتراک کرد و تو با مرحله 4 نهایی آمد. آنجا این منتخب را یعنی در قسمت 4 نهایی استرالیا را برزیلیا با حساب 4-3 شکست داده بود. تالیا یونیس سال 2004 نیز در جام جهان به عنوان توپ 20 ساله استرالیا اشتراک کردند و باز هم در مرحله 4 نهایی مغلوب گشتند. در سال 2006 منتخب استرالیا از گروه خویش برآمدن نتوانست. سر سال 2018 تا سال 2018 در موندیال به عنوان توپ 20 ساله استرالیا اشتراک کردن نتوانستند. بعدا در سال 2022 و 2024 در دو چمپیونات جهانی دیگر یکچین استرالیا برآمد کرده بود. هجومی به عنوان این منتخب ولی توپ از میدان الکی بیرون شده بود. یعنی اصلا نتیجه خوبی منتخب به عنوان توپ 20 ساله استرالیا این راه یافتن به مرحله 4 نهایی چمپیونات جهان می باشد. دیگر بار توپ به نظارت بازیگران استرالیا میگذارد. ارسال دیاگونالی با کنار راست میدان تالیا یونیس. حرکت های تالیا ارسالی و با مرکز با حساب رقابت در دقیقه 37 باز میگردد. گل نهایت زیبایی را به هدف رسانید بازیگر شماره 17 مادلین کاسپرس. واقعا همین هجومی برای مونده بازیگران استرالیا خیلی و خیلی جالب و دیدنی بود. البته ما لحظه های تکراری این گل رو منتظر میشویم. ارسال گل آور به نام تالیا یونیس ثبت میگردد. اینجا 7 گل به خط گرفته شد. بله در نوبت اول تبر دیدیم مادلین کاسپرس به توپ رسیده نتوانست ولی توپ بعد رسیدش به پای بازیگر تایپی چین وارد دروازه شد. لین سوزوینگ مؤلف خود گل شد. بالاخره بعد هجوم های پیوسته بازیگران استرالیا توانستند که حساب را باز کنند. هرچند گل به نام بازیگر تایپی چین ثبت گردید ولی آن هجوم با اشتراک بازیگران استرالیا
ба роҳ монда шуд. ба номи Италия Юнис низ ирсоли головар сабт намегардад. Чун Мэй сарвони Тайпей Чин аз вазъияти стандартӣ тӯбро ба бозӣ ворид кард. ин навбат аут аст. қисми аввали рақобат низ ба интиҳои хеш наздик аст. камтар аз 7 дақиқаи дигар монд то поёни вақти асосӣ. ҳисоб бошад 1-0. голи ягонаро то ин дам бозигари Тайпей Чин Ли Сузуин ба ҳадаф расонд. албатта бунувони Австралия дар нимаи аввал бо як гол қаноат нахоҳанд кард. Деган Бертолисио аксулҳуҷуми Тайпей Чин ирсоли тӯб ба хати ҳамла. дар вохӯри имрӯза ҳамлаварони Тайпей Чин умуман аз худ дарак дода наметавонанд. на Каохсин, ҳамчунин ҳамлаварони дигар Фу Чи Линг бозигари шумораи 13 ки дар даври дуюм муаллифи хетрӣ гашта буд, то ин дам ягона амалкарди қобили таваҷҷӯҳе анҷом надоданд. Бертолисио пасиу ба Зара Крюгер макнун Алексия тавассути марказ пас ба канори чап. тӯбрабоӣ бисёрам хуб ва зарба аз масофаи дур хеле ва хеле хатарнок буд, аммо аз болои дароза аз майдон берун шуд. бозигари шумораи 7 ин зарбаро иҷро кардааст. Индия Бреер ним ҳимоятгари ҳуҷумкор ҳангоме ки як нафарро фиреб дод, тасмим гирифт ки маҳз худаш ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. мунтахаби Тайпей Чин дар баробари Австралия низ тими пурқувват аст ва дастовардҳои арзанда то ин дам ба қайд гирифтааст. ин мунтахаб дар чемпионати ҷаҳон як маротиба иштирок кард дар соли 2002 ва он ҷо танҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ баромад карду ба даври плей-офф натавонист ки роҳ ёбад. дар чемпионати Осиё соли 2002 барандаи нишонҳои нуқра шуданд. соли 2024 то ба марҳилаи 4-1 рафт. ин мунтахаб дар соли 2006 дар чемпионати Осиё Тайпей Чин иштирок накард. солҳои 2007 ва 2009 ҳунарнамоии Тайпей Чин дар марҳилаи гурӯҳӣ хотима ёфта буд ва дар соли 2024 Тайпей Чин баромад карду дар марҳилаи гурӯҳӣ ба ҳунарнамоии хеш нуқта гузошт. Авани Пракаш ҳуҷуми бозигарони Австралия. Индия Бреер тӯбро аз даст дод. гузариши хеле хуби дифогари канори Тайпей Чин дар ду вазъият Индия Бреерро фиреб медиҳад, аммо Каохсин бозигари шумораи 10 дар вазъияти қаблӣ тӯбро аз даст дод.
تالیا یونیس پس نادرست انجام داد. حمله برای منتخب استرالیا. مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه میکند و طور دیدیم در این وضعیت بازیگران استرالیا موفق شدند. اگان برتولیسیو پسی و بازار کریوگر. همکنون تالیا یونیس ایندیا برایر باز هم خطا کرد. نیم حمایتگر منتخب استرالیا فوچیلینگ پسی و بکاو خسین. ببینید که در مبارزه انفرادی عموما بازیگران تایپه چین موفق شدن نمیتوانند. باز هم هجوم منتخب استرالیا قطع گردید ولی در ادامه رقابت بازیگران این منتخب با قوی دستی تیزی دست دادند. در چند وضعیت دوباره مرکز با خطاگی فوتبال بازان هر دو منتخب چشم می‌پوشد، یعنی هنگام ویران شدن قاعده بازی با یگان بازیگر تا این دم کارت زرد نشان نداده است. دقیقه آخرین وقت اساسی قسم اول پشت سر گردید. دوباره مرکز به وقت اساسی نیمه یکم 3 دقیقه زمان نمود. دیگه برتولیسیو قسم اول نزدیک است که به سوی 1-0 جنبست گردد. اگر همون اشتباهی فوتبال بازی تایپه چین نمی بود پس حساب رقابت 0-0 می بود. یعنی ماس با اشتباهی حمایتگر تایپه چین حسابی وخوری باز گردید. بعد از آن که تایپه چین به دروازه خود گل سر داد، اقلا برای برابر کردن حساب تلاش نکرده ایستادند فوتبال بازان این منتخب. در عموم در قسم یکم یگان وضعیت خطرناک با اشتراک بازیگران تایپه چین سازمان داده نشده است. قسم اول را تایپه چین به حیث دسته دوم در میدان پسی سر کرده ایستاده است. ایندیا برایر ارسال دور و دراز به کنار راست میدان. تالیا یونیس انتظار پسی هم دستش بود. دیگه برتولیسیو از اوت توپ را با بازی وارد کرد. ضربه بسیار سخت بود. تلاش بازیگران استرالیا باز هم پس به کنار راست رفتن نرسید. آخرین هجوم بازیگران تایپه چین در این وضعیت قطع کرده می شود. البته در نیمه اول در پیش هر دو منتخب رو 45 دقیقه دیگر انتظار است. غالبین وخوری صاحب رخت به مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2026 می شود. ارسالی تالیا یونیس امکانیتی به نهایت خوب و ولی شده به توپ دروازه‌بان تایپه چین جیان یو جی می رسد.
умуман ирсолҳое ки аз ҷониби Таня Юнис ҳамлавари канории Австралия дар нимаи аввал анҷом дода шуд, хеле хатарнок буданд. қисми аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи бозигарони Австралия ва ҳарду мунтахаб ба танаффус мебароянд. Шабакаи моро пайгир бошед, зеро дар пеш могу шуморо нимаи дуюми вохӯри ин ду мунтахаб интизор аст.看球叫，看球叫，看球叫。看球叫，看球叫，看球叫。看球叫，看球叫，看球叫。对，上半场。
بازیگران استرالیا ادامه دادنی هستند. در حیاتی هر دو دسته در قسم دوم یگان تغییر دیدن نمی شود. جمعی منتخب استرالیا به این وضعیت نخست توجه میکنیم و بعدا حیاتی هر دو تیم رو برای شما معرفی خواهم کرد. اینجا دروازه‌بان احتیاطی تایپه چین به ما نشان داده می شود و البته کارگردان بهوده دروازه‌بان احتیاطی تایپه چین را به ما نشان نداد، چون که در دقیقه های آخر قسم اول دروازه‌بان تایپه چین دروازه‌بان اساسی جیان یوجی جراحت برداشته بود و انتظار می‌رفت که سرمربی این منتخب دروازه‌بان را عوض می‌کند، ولی نه، جیان یوجی طور می‌بینیم وضعیتش خوب است و رقابت را ادامه داده ایستاده است. و این هم هیئت ذخیروی منتخب استرالیا چندی از بازیگران کلیدی در هیئت ذخیروی قرار دارند و می توانند که با آمدنشان به میدان رفتی وخوری را دیگرگون نمایند. اسکای المریک از یاته 2 نفر گذشتن نتوانست و من فکر کردم که داور داشته که خود را بلند میکند، ولی نه، اجازه داد که وخوری مذکور ادامه یابد. دیگان برتولیسیو در قسم اول بیشتری از هجوم‌های منتخب استرالیا توسط کناری راست به راه مانده شد، اونجایی که به حیث ایمدگری کناری دیگان برتولیسیو بعدا حمله‌ور تالیا یونیس هنرنمایی دارد. در خط دروازه استرالیا بیننده های عزیز رقم 1 ایلانا ملک بازی میکند. فوتبال بازون این منتخب رقم 3 تیگان برتولیسیو، رقم 7 ایندیا برایر، رقم 9 اسکای المریک. حالا هجومی استرالیا ارسال ایندیا برایر ولی به نتیجه است. خوب، ادامه معرفی هیئت منتخب استرالیا رقم 13 تیانا فولر، رقم 14 زارا کریوگر، رقم 15 الکسیا اپوستولاکیس، رقم 16 اوانی پراکاش، رقم 17 مدلین کاسپرس، رقم 19 تالیا یونیس و بازیگر شماره 22 روبی سالیوان. سرمربی تیم ملی بانوان استرالیا این الکساندر اپاکیس می باشد. هیئت تایپه چین دروازه‌بان رقم 1 جیان یوجی می باشد. فوتبال بازون این منتخب رقم 3 لی چون می، رقم 4 لو یو خسیو، رقم 6 چنگ منگ سوان، رقم 9 جوان سو یو، رقم 10 کاوسین، رقم 13 فو چیلینگ، رقم 14 ویشن، رقم 15 لی یانگ شن، رقم 19 لین سوزو اینگ و بازیگر شماره 20 لین پی سین. سرمربی تایپه چین خسین چین چون می باشد. با گروه داوران نیز شناس می شویم. رقابت مذکور را داور مرکز از جمهوری مردمی چین حکمی دارد دونگ فنگیو. داوران کناری که لی جون و یون اون هی هستند. داور چهارم از کشور کره است چا مینجی، کمیسر رقابت از شاهیگری اردن داینا سمی سلیم. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران تایپه چین، نه معذرت، به فایده بازیگران استرالیا با اشتراک 2 بازیگر دورچه دفاعی سازمان داده شد. هرچند تا دروازه مسافه خیلی دور است، ولی با وجود آوردن امکانیت گلزنی از احتمال دور نیست. ارسال ایندیا برایر، ضربه اسکای المریک ولی خطا رفت. در وضعیت قبلی فوتبال بازی تایپه چین ناسب گرفته است. تیگان برتولیسیو دفاعگر کناری استرالیا در قبط دویم با سر ضربه زد. فکر میکنم ضربه کنجی است. بار دیگر با وضعیت تکراری متوجه میشویم.
با توپ بازیگر استرالیا تگام برتولیسیو رسید. اینجا ستاد طبیبان تایپه چین با فوتبال بازی اوسه برداشته یوری اولی تیبی رو میرسونند. باید بگم که در قسم اول نیز چندی از فوتبال بازان تایپه چین جراحت برداشتند، از جمله دروازه‌بان این منتخب، ولی سرمربی تایپه چین تا کنون یگان بازیگر رو عوض کردنی نیست. کاپیتانی تایپه چین اوسه برداشته است لی چون می، بازیگر شماره 3. دوبار از طبیبان تایپه چین طلب کرد که هر چیز زودتر کار خود را انجام داده میدان را ترک نمایند. همزمان سرمربی استرالیا نیز با ما نشان داده می شود الکساندر پاکیس با همراهی یاوران خود مصلحت میکند. فکر میکنم سر آن مصلحت دارند که کدام بازیگر رو عوض نمایند. از ضربه کنجی با بازیگزاری استفاده میبرند فوتبال بازان استرالیا. ارسال توپ، این وضعیت برطرف کرده شد. دیگر بار هجوم فوتبال بازان استرالیا نتیجه چندان خوب نداد. سکای هالماریک در احاطه 2 نفر توپ را از دست میدهد. یکی از برتری های منتخب استرالیا بیننده های عزیز در رقابت امروز این است که فایز زیادی داره کنید توپ با فایده فوتبال بازان این منتخب است. اگر که تایپه چین از دینه اول گروه سی به مرحله نهایی چمپیونات آسیا برآمدن نتواند، پس این منتخب امکان دارد که به قطار تیم های بهترین زینه دوم شامل شده بعداً گذرنامه قسم نهایی را به دست آورد. طوری می‌دانیم در برابر غالبان 8 گروه اینچنین 3 بهترین زینه دوم نیز صاحب راحت به مرحله نهایی جام آسیا 2026 میشوند. اینما حمله استرالیا، سکای هالماریک، ضربه از مسافه دور، ولی صدگذاری از جانبی بازیگری تایپه چین خیلی خوب دیده شد. جو یک بازیگری تایپه چین در میدان خوابیده است. بازیگری مذکور بعد از آن که ضربه زده رقیب رو برگردان جراحت گرفت. بازیگری شماره 19 لی سوزوین محض در نیمه اول همین فوتبال باز بعد روزش خود گل رو به قید گرفت. طبیبان تایپه چین دیگر بار مجبور شدند که به میدان برگردند. خوب رقابت مذکور ادامه میکند. طور میبینیم فوتبال بازان استرالیا توپ رو در اختیار خویش دارند. پس به قفا روبی سلیوان، ایندیا بریر، ارسال خیلی بلندی و دروازه‌بان تایپه چین دروازه‌اش را از گل دوم میتوانیم بگوییم که نجات داد. هانیا یونیس در نیمه دوم چندان فعال نیست. دیگر بار بازیگران تایپه چین توپ را زده از داخل جریمه‌گاه خویش دور کردند. اوت به فایده تایپه چین است.
از گروه بی بیننده های عزیز که اونجا ویتنام و هنگ کنگ برای به دست آوردن زینه اول تلاش کردند، ویتنام توانست که صاحب رخت شود در بازی آخرین مرحله انتخابی که چند پیش به انجام رسید. ویتنام با حساب بزرگی 6-0 مقابل هنگ کنگ غلبه کرده است. با استثنای گروه سی همچنین غالب گروه جی نیز تاکنون معین نشده است. منتخب های ازبکستان و اردن برای به دست آوردن گذرنامه گروه جی میانی هم مبارزه خواهند برد که البته آن واخوری نیز در همین وقت و زمان جریان دارد. بعدا غالبان 6 گروه دیگر معلوم شدند که در قسم اولی رقابت من تیم های غالب رو برای شما گفته گذاشتم. ضربه تیانا فولر دروازه‌بان از موقع خود بیرون آمده هجوم رقیب رو برطرف کرد. برای به دست آوردن 3 گذرنامه که دسته های بهترین زینه دویم امکان دارند، 8 منتخب داوطلب است. منتخب های اردن، تایپی چین، بنگلادش، بعدا هنگ کنگ، ایران، لبنان، اندونزیا و نیپال. اگر که در رقابت امروزه تایپی چین مغلوب شود پس به خاطر این دسته ها شامل می شود. ما فعلا جدول آنلاین رو برای شما معرفی کردیم. پس به کنار چپ میدان ایندیا برایر، حرکت های ایندیا برایر و دروازه‌بان تایپی چین با مشکلی این وضعیت را رفع نمود. سکای هالماریک این ضربه را اجرا کرده است. نوارهای تکراری را پیشنهادی ما و شما میکنند. یک نفر را فریب داد ایندیا برایر. سکای هالماریک با پای چپ ضربه زد. ضربه زده این بازیگر غیر عادی بود. فعلا دستایی که در گروه های خش زینه های دویم را صاحب شدن، نتیجه های منتخب های اردن و تایپی چین و بنگلادش خوبتر است. این منتخب ها با دروازه حریفان خود گل های بیشتر زده و گل های کمتر به دروازه خود سر دادند. از آن جمله منتخب اردن جمعی 11 هست، تایپی چین جمعی 7، بنگلادش باشد جمعی 5. در نیمه دوم فایزی داره کنی توپ پر و فایده بازیگرانی استرالیا است. گیان نیوجی توپ را به دستان خش گرفت. دروازه‌بان تایپی چین در نیمه اول چنین می نمود که وضعیت انیقترش جراحتی برداشته دروازه‌بان تایپی چین خیلی و خیلی سخت است، ولی نه، بعد رسانیدن یاری طبی او از زمین برخاست و بازی رو ادامه داد.
هجومی استرالیا سکای هالماریک توپ را با این نوبتی فوتبال بازی استرالیا ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان تایپه چین بدون مشکلی هجوم رقیب را برطرف کرده توانست. بازیگر شماره 16 اوانی پراکاش این ضربه را اجرا کرده است. این بازیگر اوانی پراکاش اساساً از کشور هندوستان است ولی تهجه شده استرالیا می باشد. اگر شما به اسم او توجه کنید به نام‌های کشور هندوستان شباهتی زیاد دارد. هالماریک در داخل جریمه‌گاه است. دو نفر بر مقابل او مبارزه بردند. تانیا یونیس ارسال یونیس ضربه هالماریک و حسابی واخوری 2-0 می شود. بازیگر مذکور در رقابت امروزه خیلی تلاش کرد و در نهایت با زدن گل موفق گردید. بدون کارکرد نمودن توپ سکای هالماریک توپ را به دروازه وارد می سازد. البته از دست دروازه‌بان تایپه چینی در این وضعیت کار ناآمد. باید حمایتگران برای مقابل حریف مبارزه ارزنده نشان میدادند. در این وضعیت هم اکنون تانیا یونیس مؤلف ارسال گل‌آور می شود. در قسم اول نیز همون ارسال انجام داده تانیا یونیس باعث بران گشت که دروازه‌بان فوتبال بازی تایپه چین توپ را به دروازه خودش وارد کند. الکی منتخب بنگلادش که در گروه H قرار گرفته بود زینه دوم را صاحب شده. یکی از گذرنامه ها رو به قسمت نهایی چمپیونات آسیا صاحب شد. در گروه H کره جنوبی صاحب زینه اول شد. بنگلادش باشد مقام دوم را صاحب گردید ولی از لحاظ همون نتیجه های بهتر بانوان بنگلادش به چمپیونات آسیا روی خود را هموار کرده توانستند. از نتیجه سه رقابت تیم ملی بانوان بنگلادش با زدن 12 گل دست یافته و 7 گل به دروازه خود سر دادند. اما اکنون مبارزه میان دستایی که در گروه های خود زینه دوم رو و دست آوردن ادامه میکنند. دو گذرنامه دیگر فعلا هست تایپه چین و اردن برای به دست آوردن این دو رو خط تلاش میکنند. حمله بر تیم ملی استرالیا سکای هالماریک که چند پیش گل دوم منتخبش را به هدف رساند در بازی دور اول بر مقابل تاجیکستان مؤلف خطری گشته بود. بعدا در بازی دور دوم بر مقابل فلسطین گل زده نتوانست و همکنون در رقابت امروزه بازیگر مذکور گل چهارمش را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 به هدف رساند. در عموم این گل 19 منتخبی استرالیا می باشد. 14 توپ به دروازه تاجیکستان زدند، 3 گل به دروازه فلسطین و تا این دم به دروازه تایپه چین 2 دفعه توپ را وارد نمودند. زارا کریوگر پاسیو به ایندیا برایر ارسال دور و دراز به کنار راستی میدان آنجایی که تانیا یونیس هنرنمایی دارد.
در این وضعیت طور دیدیم تانیا یونیس به خطاگی راه داد، یعنی بازیگری حریف رو زده از پای افتان. واقعا هم امروز هنرنمایی بازیگران تایپه چین در قیاس با دو بازی دوره گذشته، یعنی بازی دوره اول و دوره دوم، خیلی فرق کننده است. خیلی ضعیف در رقابت بر مقابل استرالیا هنرنمایی دارند. هنگامی که مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی صورت گرفت در کوالالامپور 28 مارس، بعداً دسته ها حریفان خود را در این مرحله پیدا کردند. از آن همون لحظه نخست استرالیا برای به دست آوردن رقابت گروه سی فاوریت دانسته میشد. تلاش نوبتی بازیگران استرالیا. اسکای هالماریک میتوانست که مؤلف دوبل گردد، ولی در رقابت دوم به توپ رسیدن نتوانست. کریوگر، ایندیا برایر با پاس‌های کوتاه و میانه فوتبالبازان استرالیا توپ را در نظارت خویش نگاه می‌دارند. در وضعیت قبلی روبی سالیوان حمایتگر مرکزی پس نادرست انجام داد، ولی در ادامه وخوری همدستش اشتباه او را جبران کرد. سالیوان پسیو به ایندیا برایر و اکنون تیانا فولر به هجوم همراه می‌گردد. اوت با فایده تایپه چین است. عموما یگان وضعیت خوبی گلزنی رو منتخب تایپه چین به وجود آوردن نمیتواند. پورا فوتبالبازان این منتخب در خط حمایه نشستند و هجوم‌های رقیب رو یکی پای دیگری میخواهند که برطرف نمایند. چند پس در هیئت استرالیا تغییرات انجام داده می شود. از هیئت ذخیروی این تیم فوتبالبازان تازه نفس برای به میدان آمدن آمادگی می‌بینند. روبی سالیوان با صورت بلند به خط حمله می‌شتابد. زارا کریوگر، تانیا یونیس نتوانست که در این وضعیت پسی هم دستش تگان برتولیسیو رو قبول نماید. اما اکنون توجه میکنیم که کیها عوض میشوند. بازیگری شماره 13 تیانا فولر، همچنین بازیگری شماره 3 تگان برتولیسیو میدان رو ترک میکند. بازیگری شماره 7 ایندیا برایر نیز از میدان گرفته شد. بازیگری شماره 10 حیثیت ذخیروی وارد رقابت میگردد امیلی یکاسر، همچنین بازیگری شماره 11 نیز وارد رقابت گردید این سیوه نسویسکا می باشد. بعدا یک بازیگری دیگر تحت شماره 20 وارد این بازی گردید، کالی هنیکر. اینجا ضمن عوض کنی بازیگران اشتباه صورت گرفت، نه اینکه بازیگر شماره 7 ایندیا برایر بلکه بازیگر شماره 17 از میدان گرفته شد، مادلین کاسپرز. با جای او فوتبالبازی شماره 11 سینا سویسکا با میدان آمد. در لحظه نخست داور احتیاطی بازیگر شماره 7 رو از میدان گرفت، ولی بعدا ستاد مربیان
اعلام کردند که نه اینکه بازیگر شماره 7 بلکه فوتبالباز شماره 17 باید میدان را ترک نماید. یک باره الکساندر اپاکیس 4 تغییرات را در هیئت دستش انجام داد. حالتی نوبازی نیست. سینا سویسکا ارسولیو با مرکز طوری میبینیم بعدی با میدان آمدنی سینا سویسکا عموما بازیگرانی ذخیروی در هیئت استرالیا دیگرگونی به میان میآید. تانیا یونیس که تا این دم باعث حمله‌ور کناری چپ برآمد داشت به مرکز آمده است و سینا سویسکا بازیگر شماره 11 به حیث حمله‌ور کناری راست برآمد دارد. فوتبالباز شماره 10 امیلی کاسر باشد در کنار چپی خط حمله در موقع تیانا فولر هنرنمایی رو ادامه داده ایستاده است. ضربه خیلی بلند به سراغ نوانیق رفت. در برابر آن که فوتبالبازان تایپه چین خیلی خسته شدند، سرمربی این منتخب تاکنون یگان بازیگر را از میدان گرفتنی نیست. ارسالی انجام داده سینا سویسکا 9 دقیق بود. بازیگری مذکور با پای چپ هنرنمایی میکند. امکانیت نوبتی برای بازیگران استرالیا از دست رفت. موج دومی حمله این منتخب توسط مرکز به راه مانده می شود. ایندیا بریر پسی با قفا هجوم نوبتی بازیگران استرالیا. روبی سالیوان، ایندیا بریر، دیگر باره بریر با توپ است. پس زمینی او به داخل جریمه‌گاه ولی امیلیا کاسر توپ را از دست داد. ضربه از مسافه دور، نوبت حمایتگران برطرف نمودند. ایندیا بریر هجوم منتخبی استرالیا. بازیگران تایپه چین به حریف عموما امکانیت نمیدهند که از مسافه دور ضربه ها رو اجرا کنند. سینا سویسکا ضربه او و حسابی واخوری 3-0 و یکی از زیباترین گل های مرحله انتخابی چمپیونات آسیا در گروه سی به هدف رسانیده شد. در این وضعیت فوتبالباز شماره 9 سکای هالماریک مؤلف گل شده است. البته از موقع کاملا دست نورست سکای هالماریک توپ را به دروازه وارد کرد. فکر میکنم خودش نیز انتظار نداشت که توپ وارد دروازه میگردد. به نوارهای تکراری این وضعیت توجه میکنیم. کاپیتان تایپه چین را فریب داد، از یوته 3 نفر با پای چپ ضربه زد و طور دیدیم این ضربه تابناک و زیبا به گل تبدیل یافت. البته اسکای هالماریک موقع خود را عوض کرده است. او حمله‌ور مرکزی است و در این وضعیت به حیث حمله‌ور کناری راست هنرنمایی نمود و توپ را وارد دروازه کرد. در قسم دوم بازیگر مذکور 2 گل را وارد دروازه رقیب کرد و
همکنون مؤلفی دوبل گردید. گل پنجم خود را اسکای هالمارک در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا به هدف رساند. واقعا هم تغییرات انجام داده سرمربی تیم ملی بانوان توپ 20 ساله استرالیا نتیجه داد. تایپه چین باشد تا کنون با فرقیت 3 توپ در حساب قفا میماند. یعنی ادامه نیروسنجی برای بازیگران تایپه چین به نهایت مشکل خواهد شد، چون که آنها برای از بین بردن فرقیت 3 توپ مبارزه خواهند برد. وقتی ابنوشی نیز البته به انجام رسید. از مرکزی میدان فوتبال بازان تایپه چین باید توپ رو به بازی وارد کنند. همکنون امید و ارمان بازیگران تایپه چین بهره به دست آوردن زینه اول گروه سی از دست می رود. تا پایان وقتی اساسی این رقابت دقیقه های کمتر به شمار ماند و تایپه چین تلاش میکند که از زینه دوم و قسم نهایی چمپیونات آسیا برآید. از ابتدای واخوری پیش صفی در این واخوری نصیبی بازیگران استرالیا بود. رقابت ادامه میکند. نتیجه واخوری 3-0 گردید. در نیمه اول یک بازیگر تایپه چین، انکترش بازیگر شماره 19 لی سوزوینگ با نامش 7 گل ثبت کرد و در قسم دوم اسکای هالمارک حمله‌ور مرکزی استرالیا با زدن 2 گل شرفیاب شد. بازیگران استرالیا با 2 گل و 3 گل قناعت کردنی نیستند و برای به ثمر رسانیدن گل های بین بعد نیز تلاش خیش را به خرج می‌دهند. امکانیت نوبتی برای بازیگران استرالیا از دست رفت. در این وضعیت کالی نیکر می توانست که گل چهارم دستش را تسلیم توری رقیب کند. این فوتبال باز در قسم دوم وارد رقابت گشت. کالی هنیکر به حیث حمله‌ور هنرنمایی دارد. یک بازیگری تایپه چین در زمین خوابیده است. ایندیا برایر باشد به جای آن که به حریف یاری دهد برعکس توپ را از نظارت او گرفت و از دستانش گرفت و میخواد زود بازی رو شروع نماید. تالیا یونیس ارسال نوبتی تو به داخل جریمه گاه. تو با دست بازیگر تایپه چین برخورد یا اینکه داور عموما یگان اشاره نکرد، یعنی همه چیز از روی قاعده است. تانیا یونیس پسیو به داخل جریمه گاه نوبت همتگرانی تایپه چین برطرف کرده توانستند. کاو خسین فوتبال باز شماره 10 تایپه چین که بیشتر هجوم های این منتخب رو در 2 بازی گذشته براه میموند، از دستش کاری نمی آید. خوب دهه آخر وقت اساسی نیروسنجی منتخب های استرالیا و تایپه چین شروع گردید. فعلا ضربه کنجی است. اینجا اشاره می شود که باید نخست تغییرات انجام داده شود. دروازه‌بان در هیئت استرالیا عوض کرده می شود.
Substitution for Australia. Player number ایلان ملک replaced by player number 12, Milas Smith. از سطح منتخب استرالیا میدان رو ترک نمود و با جای او بازیگر دروازه‌بانی احتیاطی جاسمین بلک وارد رقابت گشت. این تغییرات چهارمی انجام داده سرمربی تیم ملی بانوانی استرالیا بود. تا پایان این رقابت میتواند که یک بازیگر دیگر رو الکساندر اپاکیس انجام میدهد. تا این دم در هیئت تایپه چین ما یگان مراتب عوض‌شوی فوتبال بازان رو ندیدیم. شاید سرمربی این منتخب بر آن نظر است که در هیئت ذخیرویش یگان بازیگر نیست تا با آمدنش به میدان رفتی هنرنمایی را تغییر بدهد. زارا کریوگر سروانی استرالیا پسی زمینی و داخل جریمه‌گاه انجام داد که خطا بود. باز هم کریوگر با توپ است، پسی او به روبی سلیوان. مکنون ایندیا برایر دامی چند دقیقه آخر بیشتری هجوم‌های استرالیا توسط کناری چپ براه مونده می شود. باز هم تغییرات صورت می گیرد. این نوبت به احتمال زیاد در هیئت تایپه چین بازیگر شماره 13 میدان رو ترک نمود، فو چیلینگ و با جای او بازیگر شماره 8 لی یی زیوان وارد رقابت گردید. از ضربه کنجی تو با بازی وارد کرده می شود. الکسی اپوستولاکیس اوانی پراکاش نگربورا پراکاش با توپ قرار گرفت ولی درو دراز آن را در نظارت خود نگاه داشته نمیتواند. آخرین تغییرات در هیئت منتخب استرالیا انجام داده می شود. بازیگر شماره 6 میلی بوتون آماده است که با میدان براید. سینا ساویسکا پسی به مرکز ضربه که از جانب بازیگر شماره 10 املی کاسار اجرا گردید چندان خوف و خطر را برای دروازه‌بان تایپه چین با وجود آورده نتوانست. املی کاسار عکس الهجومی با صورت منتخب استرالیا انجام داده می شود. سینا ساویسکا دوره می بینیم موقع خود روی باز نمود و با کناری چپ میدان آمد. تا این دمو باعث حمله‌ور کناری راست هنرنمایی میکرد. بازیگر شماره 16 از میدان گرفته می شود. اوانی پراکاش نیم حمایتگر از میدان گرفته شد و به جای او حمله‌گر به میدان میبراید. میلی بوتون نخستین رسش های میلی بوتون به توپ گذارشی او پس به مرکز جریمه‌گاه و خیلی نزدیک بود که این بازیگر با برآمدنش به میدان مؤلفی اسیست شود. زارا کریوگر پس میدهد به ایندیا برایر
بوتون توپ را از دست داد. اینجا کاوکسین برای به عکس الهجوم فرار کردن تلاش کرد ولی تک و تنها از دستش کار ناآمد. زاره کریوگر الکسی اپوستولاکیس همکنون میلی بوتون مجبور شد که قاعده بازی رو ویران کنه. یادآور میشوم که در رقابت امروزه انیکترش تو دقیقه 87 دوباره مرکز به یگان بازیگر کارت زرد نشان نداد. با وجود آن که قاعده ویران کنی ها با اشتراک بازیگران هر دو منتخب خیلی زیاد بود ولی داور از جمهوری مردمی چین از نشان دادن برگه زرد خودداری نمود. کمتر از 3 دقیقه دیگر وقت است. توپ یعنی وقت اساسی قسم دوم اشتباه میکند نیم حمایتگر استرالیا. ماهی درخشان از فضا دوشنبه شهر عزیز را تماشا نموده و به زیبایی آن رشک میبرد که البته این فضای زیبا از جانب کارگردان ما در سطح عالی نشان داده شد. واقعا هم دوام چند سال اخیر زیر راهنمایی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت کشور و یکی از شهرهای زیباترین اتحاد دولت‌های مستقل و جهان تبدیل یافته است که با وجود انفراساختار خوب ورزشی کشور ما میزبانی چندی از مسابقه ها را بر ذمه گرفته است. از آن جمله رقابت مرحله انتخابی چمپیونات آسیا در گروه سی در کشور ما صورت گرفته استودند. دیگر بار ضربه کنجی به فایده بازیگران استرالیا به میان می آید. ایندیا برایر بازیگری که با پای چپ هنرنمایی میکند توپ را به بازی وارد نمود. ضربه زده اسکای از پالوی دروازه از میدان بیرون شد. اسکای هالماریک در این وضعیت به توپ رسید و بعدا از داور مرکز طلب کرد که باید ضربه کنجی بدهد ولی داور اشاره نمود که در آخرین وضعیت توپ محض بعد رسیدش به اسکای هالماریک بعدا از میدان بیرون شده است. کالی هنیکر برای در میدان نگاه داشتن توپ تلاش کرد. فوتبال بازی شماره 20 استرالیا اما موفق نشد. خوب با 45 دقیقه وقت اساسی قسم دوم نیست بیننده های ارجمند خاتمه می‌یابد. متوجه میشویم که داور از جمهوری مردمی چین چند دقیقه زم میکند. 5 دقیقه زم گردید. البته در فرصت و فاصله 5 دقیقه تغییر دادن حساب امکان پذیر است ولی کی نتیجه رقابت رو تغییر میدهد؟ استرالیا یا اینکه تایپی چین؟ با احتمال زیاد در این واخوری بازیگران تایپی چین مواجه شکست میشوند چون که آنها نمیتوانند که در کمتر از 5 دقیقه فرقتی از 3 توپ رو از بین ببرند. اگر این واخوری با نتیجه مساوی نیست جنبست شود تایپی چین با زینه اول برآمدن نمیتواند چون که از لحاظ تناسب توپ آنها زینه دوم رو صاحب خواهند شد. ضربه از مسافه دور و خیلی خطرناک بود. تانیا یونیس بازیگر شماره 19 یکی از فعالترین بازیگران در رقابت امروزه در هیئت استرالیا این ضربه را اجرا کرد. ببینید که بدون کارکرد نمودن توپ ضربه خیلی قوی اجرا کرد که بعدی رسیش به تیر دروازه
از میدان بیرون می شود. اندکی اگر ضربه زده تالیا یونیس پویونتر اجرا کرده می شد، آنگاه نتیجه رقابت 4-0 می گردید. اینجا برایر ترکیب روی بازیگرانی استرالیا در نوبت اول قطع گردید. روبی سالیوان پاسیو با الکسیا اپوستولاکیس، زارا کریوگر، سینا سویسکا. اکنون پاس میدهد به اینجا برایر. دقیقه سیوم اضافه نموده دوباره مرکز جریان دارد. سکای هالماریک مفسوف تصمیم میگیرد که خودش به تنهایی هجوم را ادامه بدهد. فکر میکنم بازیگران استرالیا با 3 توپ قناعت میکنند. این وضعیت نیست بدون نتیجه پشت سر شد. فعلا تنها غالب یک گروه معین نشده است، گروه جی. ازبکستان و اردن رقابتشان تا این دم به پایان نرسیده است. بعداً غالبان 7 گروه دیگر معلوم شدند. از گروه سی نیز غالب لکه معلوم است. این یکچینی توبی سالای استرالیا واخوری منتخب‌های ازبکستان و اردن چند پیش آغاز گردید و فعلا دقیقه 22 جریان دارد و آنجا حساب 0-0 است. حمله‌ور تایپه چین قاعده بازی را ویران کرد. کاو خسین باید قید کرد که در رفت این رقابت بازیگران تایپه چین یگان هجوم را جانبی دروازه رقیب روان کردن نتوانستند. روبی سالیوان، این یا برایر، ثانیه های به شمار باقی مانده است تا انجام این واخوری. زارا کریوگر برای زدن گل چهارم بازیگران استرالیا تلاش میکنند، ولی در این وضعیت کجا را نشان گرفت. به همین ترتیب واخوری منتخب‌های استرالیا و تایپه چین به انجام رسید. بیننده های عزیز، بازی دور سوم مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 و تیم ملی استرالیا با حساب 3-0 در این رقابت غلبه کرد و از زینه اولی گروه سی با دریافت 9 امتیاز صاحب رقابت به مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2026 که در تایلند برگزار می شود راه می یابد. تایپه چین باشد در گروه سی از زینه دوم را به دست آورد و امکان دارد که با نتیجه بهتر از زینه دوم به قسمت نهایی راه یابد. اینجا گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به پایان می رسد. واخوری مذکور را برایتان شرح و توضیح دادم. من دولت خطیب زاده. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.
final score is Australia 3,